جناب استاد، جایگاه زن در ملل و اقوام مختلف چگونه بوده است؟ اگر امکانش هست برای بینندگان عزیز این موضوع را تشریح کنید. در پاسخ این سوال خدمت بینندگان محترم عرض می کنم که زن در ملل مختلف جایگاه آنچنانی نداشت. مثلا در سرزمین هند زنها را در بازارها می فروختند، زن در قمار باخته می شد و حتی اگر شوهر زن وفات می کرد، اگر زن و اون شوهر از خانواده مرفه بودند، اون زن مانند اون شوهر باید زنده سوخته می شد. زنها را در عادت ماهیانه در سرزمین هند قرنطینه می کردند و اونها را به یک نحوی نحس و نجس محسوب می کردند. در سرزمین چین و در سرزمین روم، امپراتوری روم، تقریبا همین وضع بود که زن مثل یک کالای بی ارزش، بی محتوا، فقط برای زاد و ولد نگهداری می شد و برای خدمت و کار از او استفاده می کردند. اما در سرزمین شبه جزیره عربستان، سرزمین حجاز، تقریبا همین عادت و همین حالت حاکم بود، ولی با یک تفاوت دیگر، و اون تفاوتی که در سرزمین حجاز بود در سرزمین چین، فارس، روم و هندوستان یافته نمیشد و آن این بود که زن را فوق العاده عار می دانستند. اگر دختری در خانواده متولد می شد، طبق تعبیر قرآن عظیم الشأن چهره اونها سیاه می شد، متغیر می شد، غمگین و اندوهگین می شدند و اون را برای خودشون عار تصور و تعیین می کردند و حتی اینقدر قساوت قلبیشون بالا بود که دخترانشون را زنده به گور می کردند و این کار را برای خودشون افتخاری می دانستند. اما در سرزمین فارس، در سرزمین امپراتوری فارس، ایران امروزی، اما منظور از ایران اون امپراتوری بزرگ اون زمان هست، زن در ادوار مختلف در این سرزمین پهناور با مشکلات متعددی روبرو می شد. مثلا اگر زنی فرزند مرده متولد می کرد، اون زن را نجس حساب می کردند، زن را در سیاست، زن را در قدرت و زن را در همه امور محروم کرده بودند، محکوم به سکوت بود، گویا به یک مرگ تدریجی به سر می برد. و در بعضی از روایات تاریخی آمده است که در سرزمین فارس نکاح محارم رواج داشت که در ادیان دیگر، حتی در غیر توحیدی هم این یافته نمی شد. اون چرا که در آیین زرتشتی در ایران باستان و سرزمین فارس مرسوم بود، زن حجاب می کرد، پوششش کامل بود، اما از آرایش کردن محروم بود و اگر در عادت ماهیانه بود اونها را قرنطینه می کردن، از معاشقه محروم بودند و آب و غذایی که درست می کردند از اونها استفاده نمی کردند. همانطوری که مستحضر هستید، تقریبا 7 قرن قبل از میلاد در سرزمین پارس آیین زرتشتی که بیشتر عناصر طبیعی مثل خورشید و اینها را پرستش می‌کردند حاکم بود، تا اینکه در اوایل قرن سوم میلادی یه اتفاقی در آیین زرتشتی ایجاد شد و شخصی به نام مانی آمد و مسئله تجردگرایی را مطرح کرد و زن را به عنوان تاریکی و مرد را به عنوان نور تعبیر نمود و از تشکیل زندگی و خانواده مردم را بیزار کرد. ابتدا شاپور که جانشین اردشیر بود این قانون را پذیرفت، بعداً متوجه شد که حکومتش رو به زوال است، نیروی انسانی ندارد، نیروی فیزیکی ندارد. شما می‌دانید بزرگترین قدرت و بزرگترین نعمت و بزرگترین سرمایه هر مملکت و هر دولت نیروی انسانی آن است. بالاخره متوجه شد که آینده بسیار تاریک خواهد بود و از آیین مانی صرف نظر نمود و مانی را تبعید نمودند. و در اوایل قرن 5 میلادی دین مزدک ظهور کرد، اما آیین مزدک در سرزمین پارس و سرزمین امپراتوری فارس مردم را به اباحیگری تشویق نمود. مثلا می گفت که زن
برای همه جایز است. همه وارد خانه ها می شدند، اموال مردم به تاراج می رفت. زن اون ارزشش را قبلا از دست داده بود و با این آیین مزدک دیگر به انحطاط اون رسید و زن برای همه مباح بود. فرق نمی کرد اون زن مجرد بود، متأهل بود، پیر بود یا جوان بود، وارد خانه های مردم می شدند و به تجاوز دست می زدند.